سلام دوستان، یه چند تا سوال که پرسیدین در مورد که کدوم کشورها بهترن برای مهاجرت، کدوم کشورها خوب نیستن، مهاجرت کلا خوبه خوب نیست. گفتم سریع یه ویدیو یکم بلندتر بگیرم براتون که هم بتونم تو یوتیوب بذارم همین که توی اینستاگرام بذارم. اینجا شهر لنکستر هستش تو ایالت پنسیلوانیا. ببینید مهاجرت هم میتونه خیلی خوب باشه هم میتونه خوب نباشه. خیلی چیزا بستگی داره. یکی این که شما چقدر سرمایه دارین، چه کاری دارین انجام میدین، چقدر تحصیلات دارین و چقدر پشتوانه مالی دارین، چقدر پشتوانه کمک از طرف خانواده دارین. به خیلی چیزا بستگی داره. حالات روحیتون چجوریه، چقدر به خانوادهتون وابسته هستین، چقدر به اون جایی که زندگی میکنین وابسته هستین و به خیلی چیزا بستگی داره. برای همین نمیشه برای همه یه نسخه پیچید. و بعد از اون به اون کشوری که میریم بستگی داره. آب و هوای اون کشور چجوریه، اقتصاد اون کشور چجوریه، تو این کشور آیا شما امکان شهروند شدن دارین یا نه، حالت مهاجر پذیریش چجوریه. در مورد آلمان خیلی زیاد میپرسین، یا کشورهای اروپایی یا کشور ترکیه یا امارات. ببینین هر کدوم یه مسائل خاصی دارن. میگم من الان حرفم با اوناییه که مثل خود من از خانواده های معمولی اومدن تو ایران، هم زیاد آنچنان آینده‌ای براشون نیست و نمیتونن زیاد پیشرفت کنن. برای همین دنبال یه کشوری هستن که برن و بتونن پیشرفت کنن. کشورهایی مثل ترکیه و امارات و نمیدونم قطر و عمان و اینا، عمان و اینا زیاد واقعیتش مهاجر پذیر نیستن. یعنی اگه شما برین اونجا، مهاجر پذیر که میگم یعنی مراحل قانونیش رو میگم، یعنی به غیر از مردمش. یعنی فقط شما که میرین ترکیه اگه پول نمیدونم بالای $400,000 نداشته باشین شما که نمیتونین شهروند بشین اونجا. حتی الان اقامت گرفتن رو هم سخت‌ترش کردن. برای همین یا امارات که کلا هیچی، ترکیه رو میگفتم، امارات که کلا هیچی، یعنی هیچ اقامتی هیچی، فقط با شرکت میتونین اقامت بگیرین، حالت شهروندی و اینکه بتونین بعداً پاسپورت بگیرین نداره. قطر و عمان و اینا هم که مثل همین. کشورهای اروپایی خب یه مرحله بهتر هستن، یعنی مثل کشور آلمان و انگلیس و اینا که برای اونا هم بعد تحصیلات خوب داشته باشین یا برین اونجا تحصیلات خوب بتونین داشته باشین و بتونین کار بگیرین. بعد از یه مدت میتونین برای شهروندی اقدام کنین که این یه پله بهتر هستش. ولی خب بعد یه 5 سال 10 سال سختی رو به جون بخرین تا بتونین یه کار خوب، یه سرمایه خوب داشته باشین و اگر از آب و هوای اروپا، از اون کشوری که هستین خوشتون نیامد، بتونین به یه کشور خوش آب و هواتر برین. بعد یه پله بهتر از این کشورهای اروپایی استرالیا هست، کانادا هستش. خب برای اینا هم راههای مختلفی هست، تحصیلی میتونین برین، کاری میتونین برین. اینا هم یه سری مزایا دارن، یه سری معایب دارن، ولی خب بهتر از کشورهای اروپایی هست. آب و هوای استرالیا خیلی بهتر هست. آب و هوای کانادا زیاد خوب نیست، ولی خب حالت اینکه قوانینش که بتونین شهروندی بگیرین خیلی راحت تر هستش تو این دو تا کشور. بعد از اونم که بهتر از اونم که آمریکاست. آمریکا به نظر من به خاطر اقتصاد قویش، به خاطر تنوع آب و هوایی خیلی زیادش، به خاطر مراحل مهاجر پذیری و راحت قوانینش راحت ترش، در کل کشور خیلی خیلی بهتری هستش برای مهاجرت. اگه بتونین تحصیلی وارد آمریکا بشین یا از طریق لاتاری گرین کارت بتونین بیاین آمریکا، خیلی میتونین، یعنی کسایی که پشیمون میشن تو آمریکا خیلی کم هستن، مخصوصا اگه کار خوبی داشته باشین تو آمریکا. تو آمریکا مالیات ها نسبت به کانادا و کشورهای اروپایی نسبتا کمتر هست، ولی خب هزینه های درمان تو آمریکا بالاتر هست.
یه جورایی بالانس میکنه اون رو. اگه بتونین تو آمریکا تو یه شرکت خوب کار بگیرین، شرکت میتونه براتون بیمه داشته باشه که خب اون هزینه‌های درمان هم یه جورایی اونطوری پوشش داده میشه و شما اون مشکل رو هم ندارین. در کل اینو میتونم بگم که آمریکا بهترین کشور هست در کل. اگه همه چیز رو با هم ارزیابی کنیم، تنها سختیش میتونه این باشه که دوریش به ایران هست و اینکه مهاجرت کردن به آمریکا سخت‌تر هست و اینکه آوردن عزیزانتون کمی زمان برتر و سخت‌تر هستش. بعد از اون کانادا و استرالیا هستن. استرالیا به نظر من گزینه بهتریه ولی همچنان دوری نسبت به ایران هست، مالیات‌های کم بالاتر هست مثل کانادا همونجوری، ولی خب بیمه‌های خوب دارن کانادا و استرالیا. ایرادشون اینه که خیلی زمان میبره چون بیمه ها رایگان هستن و وقتی شما میخواین یه درمانی بگیرین مدت طولانی بعد منتظر باشین تا بتونین اون درمان رو بگیرین. در مورد کشورهای اروپایی مالیات ها سنگین هست، مثلا آلمان، انگلیس، فرانسه، نمیدونم دانمارک، نروژ، مالیات ها سنگین هست. احتمال پیشرفت کردن و اون زندگی که خیلی خونه بزرگی داشته باشم، نمیدونم اینو داشته باشم، شاید کمتر باشه اون حالت که بتونیم به اون حالت برسیم، سخت‌تر هستش. اون تو آمریکا خیلی راحت‌تر هست. تو آمریکا با یه کار خوب مثلا میتونین سریع یه خونه خیلی خوب بگیرین، میتونین راحت سفر برین، میتونین خیلی کارا میتونین بکنین تو آمریکا، ولی توی کشورهای اروپایی به خاطر مالیات‌های سنگین، به خاطر قوانین خاص سخت‌تر هست. ولی خب بیمه‌های خوب دارن و یه جورایی اگر بیکار بشین بیمه پرداخت میکنه، اون استرس و اون چیزا رو ندارین. تو اروپا هم اون حالت هستش. برای همین برمیگرده خود شما که برنامه‌تون چیه، چه جور زندگی تو ایران دارین. اگه تو ایران کلا آخر خط رسیدین میگین من فقط میخوام برم، اون موقع دیگه بعد ببینین کدوم کشور رو بیشتر به دردتون میخوره و کجاها میتونیم بریم. بهترین راه تحصیلی هست، بعد کاری هست میتونین اقدام کنین و من گزینه‌های مثل پناهندگی رو به هیچ عنوان توصیه نمی کنم چون احتمال اینکه از زندگی سیر بشین خیلی زیاده تو مسیر. قوانین کشورها مثل 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش نیستش. خیلی سخت‌تر شده، سخت‌تر میگیرن و اون حالت راحتی رو مثل 30-40 سال پیش دیگه نداره. برای همین سعی کنین هر جایی هم میخواین برین تحصیلی برین و اگر تحصیلی نشد سعی کنین کاری به اون طریق برین. به هر حال این توصیه های من در مورد مهاجرت بود. اینجایی که میبینین اینجا بهش میگن تو ایالت پنسیلوانیا لنکستر کانی هست که توی لنکستر کانی شهر لنکستر هست و چند تا شهرهای کوچیک کوچیک با جمعیت‌های مثلا 5000 نفر، 10000 نفر، 20000 نفر هم هستش. بین این شهرهای کوچیکی که مثلا می‌بینین حالت این شهر هم یه جوری مثل حالت شهرهای توی انگلیس و آلمان و ساختمان‌های اون مدلی هستش اینجا. بعد بین این شهرها هم که بیرون شهر هست خونه‌های با وسعت بزرگتر رو میتونیم ببینیم. الان مثلا داخل این شهر کوچیک هستیم اینجا. الان از اینجا میریم بیرون. من الان دارم میرم به سمت شهر منهایم، دارم میرم دندون پزشک اونجا. الان از این شهر کوچیک که فکر کنم 3-4000 نفر جمعیت داره میریم بیرون و میریم به سمت شهر منهایم و بین این دوتا شهر باز دوباره کلی خونه‌های بزرگ میتونیم ببینیم. من خودم داخل شهر لنکستر زندگی نمی‌کنم، تو سابورب، یعنی توی بیرون شهر هست که خونمون بزرگتر هستش. بین این شهرها هم که مثلا هر کدوم یه 5 دقیقه فاصله هست بین شهرهای کوچیک کوچیک، کلی فروشگاه ها هست، والمارت هست، آلدی هست، انواع اقسام فروشگاه ها رو هم میتونیم بین این شهرها ببینیم. الان هم که فصل ذرت هست، خیلی جاها ذرت کاشتن. این اطراف کلا خیلی آمیش ها زندگی میکنن. آمیش ها تو ویدیو قبلم گفتم بهتون، این کسایی هستن که از اروپا اومدن، بیشتر از آلمان، و تو 300-400 سال قبل اومدن آمریکا. حالا بعضی میگن تاریخ آمریکا خیلی کمتره، ولی خب بالاخره آمریکا هم یه تاریخی داره که یه سری مردم یواش یواش اومدن و به مرور
آمریکا شکل گرفته و آمیش‌ها هم از قدیمی هایی هستن که وارد پنسیلوانیا و ایالت های دیگه شدن، ولی بیشتر آمیش‌ها تو این منطقه تو لنکستر پنسیلوانیا زندگی میکنن و کلی کشاورزی دارن، دامداری دارن و کلی کارهای دیگه اینجا انجام میدن. همونطور که میبینین مثلا بین شهرها اینجوری جاهای باز هستش که خونه ها هستن که مردم خونه های خودشون رو دارن این اطراف و کلی هم باغ و چی میگن دامداری و کشاورزی این اطراف داره اتفاق میفته و میگم بدون ماشین اینجا زندگی کردن سخته. حتما باید تو آمریکا ماشین داشته باشین، به غیر از 2-3 تا شهر مثل یه قسمتایی از نیویورک، یه قسمتایی از لس آنجلس، یه قسمتایی از شیکاگو. برای بقیه جاهای آمریکا حتما باید ماشین داشته باشین. برای همین اینجا شاید ببینین کسایی هستن که 90 سالشونه، 95 سالشونه و به سختی دارن راه میرن ولی رانندگی میکنن، چون بدون ماشین نمیشه واقعا کاری انجام داد. اگه هم اونقدر پیر باشین که دیگه نتونین ماشین برونین و بیرون از خونه برین و کسی هم نداشته باشین کمک کنین، دولت بهتون خریداتون رو انجام میدن و کارهای دیگه براتون انجام میدن. آمریکا میگم اونقدر هم کشور بیرحمی نیستش که اگه کسی هیچ گونه کمکی نداشته باشه بهش کمک نکنن. برای همین کسایی که واقعا نیازمندن، از چه از لحاظ مالی چه از لحاظهای دیگه، دولت برنامه‌هایی داره که سازمان‌های دولتی، نیمه دولتی یا غیر دولتی هستن که به این آدما کمک میکنن، بیمه‌هایی هستن که به این آدما کمک میکنن و کلی میگم قضیه‌های اینجوری هستش. حالا هم دارم اینجا وارد شهر منهایم میشم که دندان پزشک اونجاست. به هر حال خواستم این ویدیو رو بذارم، یکم طولانی شد ولی اگه ویدیوهای طولانی اینجوری با توضیح‌های یواشتر میگن با حوصله تر رو دوست دارین بهم بگین که ویدیوهای اینجوری هم بذارم. هر سوالی که در مورد این ویدیو یا آمریکا یا مهاجرت دارین میتونین کامنت کنین اینجا و ویدیوهای دیگه هم همینجوری موقع رانندگی یا جای دیگه میتونم براتون ویدیو بگیرم. این در مورد شهر منهایم هم اینو بگم، شهر منهایم یه جورایی برند هست برای ماشین، کلی ماشین فروشی هست اینجا و کلی چیزای مختلف در مورد ماشین هست و کلی نمایشگاه ماشین هست اینجا. و شهر منهایم دقیقاً یه شهری هستش که توی آلمان هم شهر منهایم هست، یعنی احتمالاً کسایی که از منهایم آلمان اومدن این شهر رو هم اینجا منهایم کردن، اسمش رو کردن. و لنکستر هم یه شهری هست تو انگلیس که هر دوشو رفتم من. اون شهر رو هم احتمالاً کسایی که از لنکستر انگلیس اومدن اسم این شهر رو هم لنکستر گذاشتم. به هر حال اگه سوالی داشتین لطفاً کامنت کنید.